اگر ما بخواهیم که یک حکومتداری سالم داشته باشیم، صنعت درست داشته باشیم، اقتصاد قوی داشته باشیم، تعلیم و صحت قوی داشته باشیم، باید برق داشته باشیم. به همین ملحوظ از دفتر علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی گرفته تا هر فرد این نظام الحمدلله با ما همکار هستند و کوشش میکنند که ما باید این بخش را برپا ایستاد کنیم. در 47 سال گذشته در تولیدات داخلی ما و شما از 200 تا 300 مگاوات برق داشتیم. لله الحمد در 4 ماه گذشته 13 پروژه بزرگ از طریق شرکت برشنا دیزاین شده که به ظرفیت 502 مگاوات برق داخلی است در ولایات مختلف به شمول مزار شریف. ان شاء الله یک روز شاهد ازی خواهد بودیم که آنها را هم افتتاح کنیم. بیشتر از 900 مگاوات طرحها و پروژه ها زیر کار هستند که به زودترین فرصت از طرف کمیسیون محترم اقتصادی تایید خواهد شد و آغاز کار آنها را هم افتتاح خواهیم کرد. ما در 5 ماه گذشته به اندازه 570 میلیون افغانی صرف به خاطر اصلاح شبکه برق در سر تا سر افغانستان پروژه ها را تطبیق کردیم. به میلیاردها افغانی را مصرف کردیم که به ولسوالی های مختلف به ساحات مختلف برق رسانی کنیم. ما تنها به واردات متکی نمیشیم و نه هستیم.